علیکم بیننده های عزیز و گرامی، برنامه اخبار است از تلویزیون تاجیکستان. در استودیو صنوبر عبدالحمید. در زمینه توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش های سازنده رهبریت شهر دوشنبه، پایتخت مملکت به پیشروی های نظررس نائل می‌گردد. برابری بنیادی انشاءات گوناگون مدنی و معیشی با آباد و زیبا گردانیدن کوچه و خیابان‌های شهر، همزمان جهت جلب دائمی نوسان و جوانان به ورزش در محله‌های اهالی‌نشین 4 ناحیه شهر دوشنبه بنیاد میدانچه و نقطه‌های استراحتی برای ساکنان پایتخت با مرام ادامه دارد. در همین زمینه امروز در پایتخت مملکت باز چند انشاءات ورزشی و بازی‌های کودکانه مورد بهره برداری قرار داده شد. گزارش خبرنگاران ما. در کوچه فردوسی محله 65 نویای فردوسی شهر دوشنبه میدانچه ورزشی گلگشت زیبا و میدانچه بازی کودکانه مورد استفاده قرار گرفت. در مراسم و استفاده دادن میدانچه ورزشی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبریت ناحیه فردوسی اشتراک نمودند. انشاءات مذکور در مساحت 0 از 150 سوتیق بنیاد گردیده برای با ورزش جلب نمودن جوانان و نورسان، بازی‌های کودکانه و استراحت و فراغت ساکنان شرایط مساعد فراهم آورده شده است. درازی میدانچه ورزشی اونیورسالی 35 و پهنایش 18 متر است که آن دارای میدانچه برای بازی‌های فوتبال، والیبال و بسکتبال میباشد. یک میدانچه به نهایت زیبا با دستگیری محترم رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی کشوده شد که این باعث افتخار ما است که ما جوانان از این میدانچه ها بسیار مشق‌ها، بسیار فوتبال، بسکتبال، والیبال به خود یاد گرفته و در آینده ما کوشش میکنیم که نامبردار وطن عزیزمون و پرچمبردار وطن عزیزمون باشیم. جهت سبز و خرمگردانی اطراف و صحن انشاءات مذکور 6000 بیخ گل‌های آرایشی و بیشتر از 100 بیخ نیول درختان همیشه سبز شنیدند. برای استراحت و فراغت ساکنان زیاده از 20 نشستگاه و 2 ایوان موجود است که مجموعاً برای زیاده از 200 جای پیش بینی شده است. انشاءات مذکور در ادامه با صورت کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی با دستگیری رهبریت شهر دوشنبه بنیاد گردید. در حاشیه تطبیق برنامه‌های مربوط به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و در پرتو تشبس‌های سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز جانب کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت که به خاطر رشد و رونق بخشیدن طرز حیات سالم و تشویق و ترغیب عامویت ورزش در جامعه در این یک گوشه شهر دوشنبه یک میدانچه ورزشی را با همه شرایط‌های ضروری برای مشغول گردیدن به تربیت جسمانی و ورزش به ساکنان این محله تقدیم نماید. میدانچه اونیورسالی ورزشی و بازی کودکانه و گلگشت با طرح زیبای معاصر ساخته شده است که شبانگاه 4 درآمدگاه و حدود آن با چراغک‌های رنگین بسیار زیبا و نظرروا می‌گردد. از شرایط فراهم گردیده برای بازی‌های ورزشی میدانچه کودکانه و گلگشت ساکنان کوچه فردوسی اظهار خوشنودی کردند. ما نهایت شاد هستیم که امروز در شهرک 65 ما 2 میدانچه ورزشی برای کودکان ما ساخته به استفاده دادند. ما از رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی می‌ندار هستیم که روز تا روز دوشنبه ما آباد و زیبا گردیده ایستاده است. تدبیرهای آبادانی و سازندگی در شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه با صورت بلند عملی گردیده در برابر انشاءات تعیینات گوناگون برای تشکل طرز حیات سالم و عمومیت ورزش میدانچه‌های زمانوی ورزشی بنیاد کرده شده است. دوام 3 سال اخیر در محله‌های اهالی‌نشین 4 ناحیه شهر دوشنبه جهت مشغولیت جوانان به ورزش و فراغت و استراحت ساکنان 64 باغ و گلگشت و نزدیک 200 میدانچه ورزشی بنیاد و نوسازی گردید. میدانچه ورزشی و بازی برای کودکان در کوچه سنه 1 ناحیه سینای پایتخت با اقدام‌های سازنده رهبریت شهر دوشنبه در مساحت عمومی 1375 متر مربع بنیاد گردیده دارای شرایط ارزنده استراحت و مشغولیت جوانان به ورزش می باشد. انشاءات ورزشی دارای شرایط مساعد بازی برای فوتبال، والیبال، بسکتبال، استراحت کودکان و کلانسالان و بازی کودکان بوده از میدان عمومی آن 540 متر مربعش را میدانچه فوتبال خرد، بسکتبال و والیبال تشکیل می دهد. این البته اقدامی نه که
حکومت شهر رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی است. این البته باعث آن است که مردم با کودکان با ورزش مشغول میشوند، در میدان ورزش فوتبال میکنند، در جای بازی میکنند، در جای استراحتگاه استراحت میکنند. ما بسیار خرسند هستیم و منتداری خود را از نام تمام ساکنان همین شهر همین محله بیان میکنیم. ساکنان و جوانان از بنیاد چنین میدانچه معاصر و زمانوی که قبلا جای نوآباد بود خوشحال گردیده اقدام‌های شایسته رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت را برای سالمی جامعه، جلب جوانان به ورزش و استراحت ساکنان مهم و سریع ارزیابی می‌کنند. اکنون که در پایتخت جهت مشغولیت جوانان به ورزش و استراحت ساکنان چنین میدانچه‌های زیبا ساخته می‌شوند، ساکنان را ضرور است که برای دائمی تازه و آزاده نگاه داشتن آن دقت اولین درجه دهند. زایشای تقویمراد اهل‌دین کریم، دوشنبه، اخبار. تدبیرهای آبادانی و سبزگردانی در شهر دوشنبه همه روزه اقدامهای دسته‌جمعانه عملی کرده می‌شوند. در دایره اقدامهای سازنده رهبریت شهر دوشنبه، سیمای پایتخت و کوچه و خیابان‌های آن به کلی دیگرگون گردیده است. از آغاز سال جاری تا به امروز در شهر دوشنبه زیاده از 44 میدانچه ورزشی ساخته به استفاده داده شده است. امروز در دایره اقدامهای سازنده رهبریت عالی مملکت و رهبریت شهر دوشنبه با مقصد رشد سوی ورزش در نزد بیناهای 24 کسب 3 و 24 کسب 4 کوچه نعمت قربای فناهی فردوسی شهر دوشنبه از جانب سابقه‌دار مهنت شریف سعید با اهل اویلش انشاءات ورزشی و فرهنگی و فراغتی با صفت بلند و طلبات‌های معاصر معماری و شهرسازی ساخته شده است. افتتاح گردید که پورا با شرایط مساعد برای استراحت و فراغت و ورزش و بازی کودکان و ساکنان تامین میباشد. ما از اون خیلی خرسندیم که کودکان ما میتوانند در اینجا در روزهای استراحتی بعد از درس یا پیش از درس برآمده بازی کنند. در سالهای گذشته ما چنین میدانچه ورزشی نداشتیم. کودکان به هر کجایی که میخواستند بازی میکردند. اما باعث خرسندی است که امروز در این میدانچه را ساختند و با ما ساکنان ناحیه فردوسی از این خرسند هستیم. میدانچه ورزشی در مساحت 1300 متر مربع برای بازی فوتبال، والیبال، بسکتبال، میدان بازی دلخوشی کودکان، گوشه مشق و تمرین بدن با تمام دستگاه و لوازمات ضروری مجهز گردانده شدند. بنیاد گردیده است. حدود و اطراف میدانچه سبزکاری شده، 20 عدد درختان سویافکن شنانده شده. در دو جانب و حدود انشاءات، نشست کرسی ها و ایوان صحبتگاه نصب کرده شده است که این موضوع را باز هم زیبا و نظرآور می نماید. من منتداری خودم را به محترم رئیس شهر دوشنبه میرسانم که به من چنین میدانچه‌های ورزشی بنیاد کرده است و ما تا حالا ما چنین میدانچه‌های ورزشی نداشتیم. وقت‌های خالگیمون را به ورزش مشغول می‌شویم. ساکنان این محله این اقدام را ثمره توجه غمخوری رهبریت عالی مملکت نسبت به تشکل طرز حیات سالم و جلب جوانان به ورزش معنیدان می‌کنند. در جمهوری تاجیکستان زیاده از 4000 نامگوی رستنی‌ها موجودند که از این 663 نامگو همچون رستنی‌های شفابخش معین کرده شدند. در عین حال در مملکت از گیاه‌های شفابخش طبیعت نوع‌های گوناگون داروواری، ملهم، روغن رستنی، چای خشک، دمابه و آبجوش‌ها آماده کرده می‌شوند. در همین زمینه امروز در شهر دوشنبه کارگاه استحصالی مواد داروواری و کارکرد گیاه‌های شفابخش مورد بهره برداری قرار داده شد. در دوره تدبیرها برای ترقی دادن ساحه صنعت در مملکت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. مخصوصا به ساحه داروسازی و تقویت بخشیدن صنعت داروسازی در تاجیکستان به منفعت بوده. با استفاده از گل و گیاهای سرشماری که در تاجیکستان می‌رویند امکان مساعد برای تأسیس چنین کارخانه‌ها موجود است. با مقصد اجرای دستور هدایت‌های پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که بارها عاید بر رشد فارماسیوتیکای ملی تاکیدها نمودند، امروز در شهر دوشنبه در مؤسسه دولتی مرکز علمی و تحقیقاتی فارماسیوتی سخت استحصال موادهای داروواری و کارکرد گیاه‌های شفابخش مورد بهره برداری قرار داده شد. در جمهوری زیاده از 5500 نمود گیاه هستند که قریب 1200 تاشون چون گیاهی داروواری حساب می‌یابند. از اینها
ما سر کردیم تیار کردن یک خیل موادهای دارویی که اینها برای ما لازمند. سخی مذکور با تشبث وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی بنیاد گردیده. در آن شرایط مساعد کارکرد گیاهای شفابخش و آماده نمودن نوشابه و ملهم و دیگر نمود مواد دارویی از گیاهای شفابخش وطنی موجود است. اختراعاتی که ما امروز در تاجیکستان برآوردیم این کارکرد تکنولوژی یکی از معدن‌هایی که با نام تلک در جمهوری ما یکی از معدن محلی می باشد که از آن خوکای کودکانه را استحصال نمودیم و در این سمت یعنی که در این موضوع در 12مین فورم زنان اختراعکار که در کره جنوبی شهر سئول امسال برگزار گردیده بود شرکت ورزیدیم و در بین زیاده از 40 دولت اختراعات خودمان را پیشنهاد نمودیم و صاحب 2 مدال طلا که یکیش از طرف پرزیدنت اسوسیاسیون زنان اختراعکار دولت کره و دیگرش از طرف سازمان عمومی جهانی مالکیت ذهنی نصیب من گردیده بود. در این کارخانه طبق پیشبینی‌ها بیش از 25 نمود گیاهای شفابخش کارکرد کرده می شود. داروهای استحصال شده در این کارخانه دارای صفت بلند بوده و استانداردهای بین‌المللی جوابگو می باشد. این سیخ همچنین دارای اینفراستراکتور کامل بوده از جمله سیخ روغنبراری، انبار نگهداری محصولات، سیخ استحصال شربت، انبار نگهداری اشیاء خام، سیخ استحصالی غلافکبراری، سیخ گیاهای شفابخش و بستوبند فعالند که شرایط مساعد کاری را برای کارمندان فراهم ساختند. برای فعالیت منظم و استحصال محصولات باصفت با این کارگاه 40 نفر متخصص به کار جلب شدند. برای آماده نمودن 6 نمود دارویی که در این کارگاه استحصال کرده می شود چای از برگ زلف، پودینه، تخج، روغن سیاه‌دانه، کوکتی و غیره را در بر میگیرند که برای بیماری‌های عضوهای هاضمه، ملایم کردن روده‌ها و آرام نمودن عصب استفاده می‌شوند. در آینده با استفاده از امکانات‌های موجود بوده شماره کارگران و نمود استحصال دارویی را زیاد می‌نمایند. سیخ استحصالی مواد دارویی و کارکرد گیاهای شفابخش شده شد. 15 نمود گیاه با تصمیم گرفتیم که 15 نمود گیاه رو استحصال کنیم با نمود فیلتر پاکت و 2 نمود روغن براری یعنی که روغن سیاه‌دانه و روغن زغیر. گیاهای شفابخش که امروز در جمهوری تاجیکستان میرویند تاثیر خوبی دوابخشی دارند و از جهت اقتصادی برای مردم دسترس میباشند. امروز گیاه درمانی در تمام دولت‌های پیشرفته دنیا به طور وسیع به راه مانده شده است. اهل‌دین نورالله بابا علی تقاضاده برای برنامه اخبار. давоми солҳои соҳиби истиқлоли мамлакат дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо маблағгузориҳои ҳукумати мамлакат чандин марказҳои хизматрасонии тиббӣ бунёд ва бо дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ муҷаҳҳаз шуда мавриди истифодаи сокинон қарор дода шуданд. дар ноҳияи мурғоб низ инфраструктури тиббӣ такмил дода мешавад. гузориши хабарнигорони мо. даврони соҳиби истиқлолии кишвар ва ғамхориҳои беандозаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи тандурустӣ дар шаҳру навоҳии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба тадриҷ рушд ёфта бо бунёд гардидани марказҳои саломатӣ сатҳу сифати хизматрасонии тиббии баландсифат барои аҳолӣ ба маротиб беҳтар гардид. дар ҳудуди навоҳии вилоят чандин иншооти тиббӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд сохта шуданд ки ба таъмини садҳо ҷойи нави корӣ ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ заминаи хуберо фароҳам овард. имрӯз аз ноҳияи мурғоб 23 нафар ки аз байнашон 9 нафар тариқи квотаи президентӣ дар донишгоҳи тиббии Тоҷикистон таҳсил доранд ва дар оянда баъди хатми дониш кардан метавонанд ҳамчун мутахассиси пешсаф дар беморхонаи ноҳия ба ҳайси табиб барои сокинони ин ноҳия хизмати тиббӣ расонанд. табибони беморхонаи ноҳияи мурғоб аз дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ва шарикони рушд ҷиҳати таъмири шӯъбаҳои рентгенӣ ва ҷарроҳӣ изҳори сипос баён намуда таъкид доштанд ки ҷавобан ба ҳамаи ташаббусҳои созонда минбаъд низ сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ баландсифатро барои аҳолии ин ноҳия мерасонанд. сатҳи сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии хеле ба сатҳи баланд бардошта шуд. ҳозир баъди ба истифода додани толори ҷарроҳӣ ва ҳуҷраи ва толори рентген мо боз сатҳи хизматрасонии тиббӣ баланд мебардорем. бо таъмир гардидани беморхонаи ноҳияи мурғоб сокинон минбаъд метавонанд аз хизматрасониҳои табибони ин марказ бо самар истифода бурда табобати саривақтӣ ва дастрасро истифода намоянд.
در دایره تدبیرهای بنیادکاری با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ساکنان محله‌های چشمسار ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه به حشر برآمده در کارگاه آبادانی سهم گذاشتند. برای آسان شدن رفت و آمد ساکنان در فصل تیرماه و زمستان و موسم بارانگری در محله چشمسار با جلب تکنیک در 4 کوچه به مسافه قریب 1 کیلومتر راه بتون پوش کرده شده، آبپرتوهای مخصوص خوابانده شد. گزارش خبرنگاران ما. در محله چشمساری ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه ساکنان به حشر برآمده در کارهای آبادانی سهم گذاشتند. برای آسان شدن رفت و آمد ساکنان در فصل تیرماه و زمستان و موسم بارانگری در محله چشمسار ساکنان با جلب تکنیک در 4 کوچه به مسافه قریب 1 کیلومتر راه نزد منزل‌های استقامتی خود را بتون پوش نموده آبپرتوهای مخصوص را خواباندند. در تدبیر آبادانی شماره زیادی ساکنان فعالانه اشتراک کردند. برای حرکت منتظم نقلیات در فصل زمستان در محله مذکور راه بنیاد گردیده است. با سهم ساکنان چراغانکنی کوچه ها در محله چشمساری ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه ادامه دارد. علاقه یک کوچه پرره چراغان کرده شده است. طوری رئیس محله چشمسار عزیزالله نبیف ضمن صحبت اظهار داشت اقدام مذکور در آینده نیز ادامه داده می شود. در کنار راههای 4 کوچه به مسافه نزدیک 1 کیلومتر جویبارهای بتونی ساخته شده است. چنین کارهای آبادانی در دل نورسان و جوانان ذوق زیبایی پرستی و آبادکاری را جای می‌کند. روزهای استراحتی هر هفته ساکنان به حشر برآمده در برابر تازه نگاه داشتن محیط زیست در کارهای آبادانی سهم می‌گذارند. در شهر ناحیه‌های ولایت خطلون بخشیده به روز مولانا جلال‌الدین بلخی چهاربینی‌های فرهنگی و کنفرانس و میزهای مدور برگزار گردید. در دایره برگزاری این چهاربینی‌ها اوید به میراث ادبی و سهم نظرست این متفکر تاجیک در وحدت و همگرایی انسانیت ابراز نظر کرده شد. گزارشی خبرنگاران ما. روز مولانا جلال‌الدین بلخی هر سال سنه 30 سپتامبر در تمام قلمرو کشور جشن گرفته می شود. بخشیده به بزرگداشت این نابغه عالم در مرکز تحصیلات علاوگی ولایت خطلون و ریاست جوانان و ورزش ولایت چهاربینی فرهنگی دایر گردید. گرامی داشت شخصیت‌های بزرگ و به طور خاص تجلیل نمودن روزهای علاهیده بزرگان علم و ادب از توجه انسان پرورانه راهبریت حکومت مملکت درک می دهد. طور ذکر گردید مولانا جلال‌الدین بلخی از مشهورترین نابغه نظم کلاسیکی تاجیک بوده در بسیاری از کشورهای عالم جایگاه و منزلت خاص دارند. در آثار پرمحتوای جلال‌الدین بلخی بزرگترین معجزه آفرینش بودن انسان، یگانگی و اتفاق، صلح و آشتی و همبستگی نسل‌ها همواره تأکید می شود. اهمیت ایجادیات جلال‌الدین بلخی نه تنها در لیریکای اوست، وی متفکر بزرگ زمانش نیز بود که در انکشاف آزادفکری و ترقیات تفکر نظریوی خدمت بزرگی داشت. ایجادیات او از مثنوی معنوی، فقه مافقه، مکتوبات، مجالس صعبه، دیوان شمس تبریزی عبارت بوده. در مثنوی معنوی که به موقع انسان در جمعیت دقت داده تاکید میکند که باید شایسته همین مقام عمل نماید. خوانندگان مؤسسه تحصیلات علاوگی ولایت خطلون در همبستگی با ریاست جوانان و ورزش با پیشنهاد صحنه‌ها از حیات رنگارنگ جلال‌الدین بلخی این صحنه را با شکوه تجلیل نمودند. در برنامه خوانندگان مؤسسه تحصیلات علاوگی ولایت خطلون به افتخار روز مولانا جلال‌الدین بلخی تهیه شده بود، صحنه‌ها از حیات روزگار شیرین شاعر پیشکش اهل محفل گردانیده شد. محصلین شهر بختر مثنوی معنوی و دیگر آثار گرانبهای وادی وخش تاجیکستان را در رشد کمالات انسانی صیقل دانش و مهارت و راهنماییشان به زندگی درخشان مهم می‌حسابند. بیننده‌های گرامی چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. سلامت باشید.